سلام به همگی. چرا 80% مردم تو خونه وقتی کباب درست میکنن یه چیزی کم و کسر میشه؟ امروز میخوایم این مشکل رو حل کنیم. اول از همه مزه دار کردن. راز کباب آبدار توی ترکیب خوشمزه از ماست، آب لیمو و ادویه هاست. بذارید حداقل 4 ساعت بمونه. به من اعتماد کنید، ارزش صبر کردن رو داره. بعدش میرسیم به فوت و فن سیخ زدن. برای اینکه همه چی به طور یک نواخت بپزه، گوشت و سبزیجات رو یکی در میون بزنید به سیخ. و یادتون باشه مواد رو نزدیک هم بچینید، ولی نه خیلی سفت و فشرده. حالا وقت کباب کردنه. منقل یا گریل رو روی حرارت متوسط رو به زیاد گرم کنید. هر طرف کباب رو حدود 3 تا 4 دقیقه بپزید و مرتب بچرخونیش. این طوری طعمش فوق العاده میشه. در آخر قبل از سرو بذارید چند دقیقه استراحت کنن. این کار باعث میشه کباب ها آبدار و ترد بمونن. خب تمام شد. خوب مزه‌دار کنید، درست سیخ بزنید و با عشق کباب کنید. کباب پزی خوبی داشته باشید.